3 مدل سن وجود داره. اول تعداد سالهایی که زندگی کردیم، در واقع سن شناسنامه‌تون. دوم سن بیولوژیکی شما و بالاخره سن ذهنی شما، یعنی سنی که مغز شما احساس میکنه در اون قرار داره. ویدئوی امروز که نوعی تست رنگه به شما کمک میکنه تا سن ذهنیتون رو حدس بزنید. پس با این ویدئو همراه باشید. به نظر شما رنگ قالب توی این عکس کدومه؟ یکی از گزینه‌های A تا E رو انتخاب کنید تا امتیازش رو بهتون بگم. گزینه A 4 امتیاز، B 5 امتیاز، C 1 امتیاز، D 2 امتیاز و E 3 امتیاز. امتیازاتون رو یه جایی یادداشت کنید تا در انتها نتیجه رو ببینید. کدوم یکی از این رنگ‌های صورتی رو بیشتر از همه دوست داری؟ اگر گزینه A رو انتخاب کردید 3 امتیاز به خودتون بدین. B 2 امتیاز، C 1 امتیاز، D 5 امتیاز و E 4 امتیاز. آیا به نظر شما این تصویر سیاه و سفیده؟ اگر بله A و اگر خیر B. اگر A رو انتخاب کردین به خودتون 5 امتیاز بدین و اگر B رو انتخاب کردین هیچ امتیازی به خودتون ندین. همه ما غروب رو دوست داریم و برای دیدنش وقت میذاریم. کدوم یک از غروب‌های زیر رو بیشتر دوست دارین؟ A، B، C یا D؟ اگر A رو انتخاب کردین 3 امتیاز، اگر B رو انتخاب کردین 2 امتیاز، C 4 امتیاز و اگر D رو انتخاب کردین 1 امتیاز به خودتون بدین. یکی از آبی‌های زیر رو انتخاب کنید. از A تا E یکی رو. اگر A رو انتخاب کردین 2 امتیاز، B 4 امتیاز، C 3 امتیاز، D 5 امتیاز و E 1 امتیاز. کدوم رنگو تو تصویر اول از همه دیدین؟ اگر رنگ A رو دیدی 1 امتیاز، B 4 امتیاز، C 5 امتیاز، D 3 امتیاز و اگر رنگ E رو دیدین 2 امتیاز به خودتون بدین. یکی از آبرنگ‌های زیر رو انتخاب کنید. A، B، C، D، E و F. اگر A رو انتخاب کردین 2 امتیاز، B 4 امتیاز، C 5 امتیاز، D 1 امتیاز، E 6 امتیاز و بالاخره F 3 امتیاز. روشن‌ترین رنگ تو این تصویر کدومه؟ اون رنگ رو انتخاب کنید. اگر A رو انتخاب کردین 4 امتیاز، B 2 امتیاز، C 1 امتیاز، D 5 امتیاز، E 3 امتیاز. خب حالا همه امتیازاتون رو جمع بزنید تا نتیجهش رو بهتون بگم. اگر امتیاز شما بین 7 تا 12 است، یعنی سن ذهنی شما کمتر از 20 ساله
پس شما بدون در نظر گرفتن سن شناسنامه‌تون یه نوجوان فعال و بازیگوش توی ذهنتون دارید. اگر امتیاز شما بین 13 تا 20 یعنی سن ذهنی شما بین 20 تا 29 ساله. شما یه فرد بالغ ولی خلاق، پرتلاش، پر انرژی و پر از زندگی هستین. اگر امتیاز شما بین 21 تا 28 یعنی سن ذهنی شما 30 تا 39 ساله. شما علاوه بر اینکه جوان و کنجکاو هستین، درباره مسائل جدید بسیار متفکر و مسئولیت پذیر هم هستید. اگر امتیاز شما بین 29 تا 35 یعنی سن ذهنی شما 40 تا 49 ساله. میان سال و پرتجربه. شما میدونید زندگیتون رو چطور باید سپری کنید. اگر امتیاز شما بین 36 تا 40 یعنی سن ذهنی شما بالای 50 ساله. پس فردی عاقل و آرومین که زندگی رو به خوبی میشناسه و سرشار از آرامش. سن ذهنی شما چند سال بود؟ سن ذهنیتون رو پای ویدیو کامنت کنید و بگید تا چه حد به خصوصیاتتون نزدیکه. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنین تا ویدیوی بعدی شاد و سلامت باشید.